صدای انفجار در برخی مناطق استان تهران شنیده شد. برخی منابع خبری هم به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی از حمله هوایی این رژیم به مناطقی از تهران خبر دادند. همونطور که اینجا توی تصویر هم مشاهده میکنید اینجا یک ساختمانی بوده 5 طبقه اصابت کرده. همچنان امدادگران در حال انجام خدمات هستند. همچنین که پشت بنده تو ساختمانی که داریم میبینید یک ساختمان مسکونی هست که طبقات بالایی ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شده. اینجا اگه ببینید از این ساختمون جنازه پرتاب شده با تکه های پیکرمان با گیسوان دخترمان میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید، این چند روزه را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده و یک بار صلح میطلبید. ابلیس زادگان پلید ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ تن به تن است. آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیر مبدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست. ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم. وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید. از زیاد و کم است، شمشیر خشم ما دو دم است. یک ضربه نیست مقتنم است، این تیغ روز جزاست. کعبه برای فهم شماست، سجده به ذوالفقار کنید. مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست. آری خدا که در همه جاست، از شر دشمنان چه هراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است. نفرین به این جماعت پس وقتی غبار فتنه نشست. رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خوار کنید.